اومدی؟ سلام. سلام، احوال شما خوبی؟ خوبم. شما چطوری؟ نصف شبت بخیر. ساعت چند خیلی الان؟ ممنون. 3 صبح. خدا. وای 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 وای، سه صبحت بخیر. قرصا بین جغد نشسته بود، گفتم قربونت میذارم حالا برات بعدا تا الان بگی بخوام. عزیزم. وای وای وای. بعد از آره شب خیلی خوبی؟ خواب قربونت، خیلی ممنون، مرسی. سلام مرجان جان، خوبی؟ خواهر شما هم هست؟ شما گفت خواهر تو بله. اصلا. به به به. سلام سلام. اینجا نه، اینجا خیلی اه من خیلی آسودم. ساعت 10 صبح. اه خیلی خوب. نه خوبه منم ولی. الان آسودم چون بچه ها راحتن. آره آره. خب من خب. تو حالت عادی هم قاعدتا این موقع الان بیدار بودم، من که درسا معمولا این موقع بیدار میشه، یه فکری باید بکنیش تا دوباره بخوابه. آزاده ببین جان تو صدات چرا اون خوبه. یکی آزاده چرا بیداره؟ سلام آزاده جون، آها، آزاده دیگه خوش هم اومد. داری. آره. صدا رو بقیه باید بگم خوبه، برای من صدای تو خوبه، امیدوارم صدای چون دفعه قبل شده بود که صدا برای من کاملا خوب بود، ولی بعدا که لابی دیدم خمش خشخش میکرد که من فکر میکنم گوشی بد داشت، چون صدای تو هم وقت برمیگشت. من گوشی رو این دفعه نگه میدارم دیگه. اوکی. منم حالا ببین گوشی چجوری میشه. دارم ولی یه دونه خوبه دارم، حالا برای من، اگر خیلی خوبه. آره مرجان میگه صدا عالیه. به به خواهرزاده آره. عزیزم اومده، خدا خانواده همه اینجا جمع. تک فامیلای ما کجا؟ دقت کنید. این آزاده جان همین داشتم دمه یه رد تو ساعت 10 می. بگو بله. داشتم یه توضیح در مورد پادکست میدادم، گفتم که این پیج سمیه است، دوست عزیزم که اونم هست در کنارمون با یه اکانت دیگه. و اینکه ما با هم یه پادکستی درست میکنیم اسمش جهانی دیگر، اونجا در مورد اوتیسم صحبت میکنیم از نگاه یه مادر، هیچ تخصصی تو این قضیه نداریم. با خانواده ها صحبت میکنیم، با متخصصین صحبت میکنیم، کتاب روایت میکنیم. کانالمون لینکش توی بایوی همین پیج هست، هر عزیزی که دوست داشت خوشحال میشیم که یه سری بزنه، اگر محتوا براش مفید بود با ما همراه بشه. با شما هم که آزاده جون قبلا هم صحبت کرده بودم، مرسی که دوباره قبول کردی با همون صحبت کنی. مرسی از تو. جدیدن خیلی بیشتر از قبل می نویسی و نقاشی می کشی. راستش میخوام صحبت رو از اینجا شروع کنم که این نوشتن و این نقاشی کشیدن اولا چجوری با توجه به داشتن فرزندی با نیاز ویژه وقت میکنی براش، و مهمتر از این چه معنایی برات داره. صحبت رو از اینجا شروع کنیم که حالا تا برسیم به تایتل لایومون. اه، من فکر میکنم که این چجوریش اینطوریه که خب بذار فکر کنم منم دقیقا از کجا به کجا برم. ببین من همیشه یه چیزایی می نوشتم، حتی قبلترم که مثلا بچه نداشتم. حالا اون موقع فیسبوک چیز بود، یه چیزای ریزکی می نوشتم. همیشه هم نقاشیایی می کردم، حتی یه خورده مثلا که داره یکی یه حرف جدی میزنه دوستم همیشه یه چیزی بکشم که بهتر تمرکز کنم. ولی فکر میکنم نوشتن راجع به این تجربه که بهمون میگذره، فارغ از این که حالا یه تاثیر شاید آگاهی بخشی داره تو این راستا، اینه که آدم جامعه رو یه ذره برای بچهش آماده کنه که آقا این چیزی که ما باش طرفیم واقعا چه شکلیه، حداقل اون چیزی که من باش طرفم چه شکلیه. ولی فکر میکنم خیلی بیشتر از اون برای اینه که به خودم یه فضایی بده، یک نقش تراپی برای خودم داره. و از این جنسه که من از یه تراپیست، ایده اول شروع شد خیلی سال پیش. با یه تراپیست ما کار میکردیم، به من گفتش که یک تمرینی به شما میدم، روزی 3 تا موضوع خوب رو سعی کن پیدا کنی آخر شب بنویسیش. و من این مدت هم انجام دادم و تجربه بدی هم نبود. بعد از وقتی که ولی این ایده که تو طول روز دنبال یک موضوعی بگردی و به خود بگی من میخوام اینو تعریف کنم، خیلی به من فضا میده برای اینکه جور دیگه به قضیه نگاه کنم و گاهی اوقات برای اینکه جور دیگه عمل کنم. برای اینکه یه موقع که اوضاع خیلی بده، حالا یه دوره من قبل از نوشتن و نقاشی کردن یک گروهی درست کرده بودم توی حالا تلگرام که وایس میذاشتم
و یه 2-3 سالی الان هست که این کار میکنم. اونم خیلی تجربه خوبی بود و واقعا یاد با مزدگیش به این بود که مثلا توی موقعیت خیلی سختی بودی، بعد دخترم گفتم وای من میخوام تعریف کنم رفتار خوب. الان رفتار خوب که آبرو ندارانه باشه. واقعا یه دوستی دارم میگفت اون در نقش خدای تو داریم اینجا باید اینجوری داری نگاه میکنیم که خوب عمل کنی، یا این قصه باید ارزش تعریف داشته باشه. و خیلی تجربه جالبی بود برای اینکه تو فرض کن حالا فرض کن که خودت هم در وسط شرایط حرف تجربه‌هات برای من شنونده هم بسیار کمک کننده بوده، حتی نوشته هات و نقاشیات. من ممنون مشتری ازت. پروپا قرصتم و بسیار ازت آموختم. خوش به حال من، واقعا واقعا برام دلگرمیه. این ماجرای وایس و اینا از اونجایی که اولش شروع شد بر من خیلی خوب بود، به خاطر اینکه یه جور آدم حبس میشه توی خونه، یه فضای خیلی ایزوله است و آدم با یه چیزی مواجهه که بقیه نمیدونن چیه. من عمیقا فکر میکنم که هر کسی با چیزایی مواجهه که بقیه نمیدونن چیه ها. نمیخوام بگم حالا این خیلی اصلا بقیه همه خوش بودن ما نبودیم، برای من این حس نبود، ولی این حس بودش که آقا من حبس شدم توی خونه و نمیتونم راحت با تعداد کلمه کم فضامو به دیگری توضیح بدم و رابطه بسازم و این تنهایی داره اوضاع منو بدتر میکنه. این که من شروع کردم تو این تلگرام مثلا حالا هی وایس گذاشتن، یک گروه حمایتی برای من ایجاد کرد. یه سری آدمایی رو آورد که حالا داستان دنبال میکردن و با آدم پیغام میدادن. یه سری دوست پیدا کردم که حالا بعضی کوتاه مدت بعضی بلند مدت، ولی خیلی برای من این روایت کردن چیز پرقدرتی شد. انگار که تو توی خونه که نشستی حبس شدی و یه دستت میرسه به بیرون و میتونی آدم دیگر رو بیاری سر میزت بشونی و بگی بیاین با هم، بیاین با من چای بخوریم، من خیلی تنها. و حتی حالا چیز خیلی جالبش این بود که چند سال که مثلا ماه کیه راستی این صحبت جوتیس آپریل دیگه، دوم اپریل، آپریل فکر کنم. آره آره آره. آره اون موقع که من شروع کردم بعد تا تولدم که بشه مرداد ماه، من حتی این آدما که نمیشناختم و فقط تو این گروه بودن چون مادرای ساکن سوئیس بودن، دعوت کردم برای تولدم و فکر کن یهو مثلا حدود 20 نفر آدم که نمیشناختم اومدن از شهرهای دیگه، چقدر خوب. مثلا آره 2 ساعت رانندگی، 3 ساعت قطار. و بعد من وحشت داشتم که من آروین رو توی محیط جمعی چجوری ببرم، ولی انقدر این آدم قصه منو میدونستن که انگار این جای امن من بود و آروین از هممون بهتر عمل کرد. همه اینجوری بودن خیلی اقراق نمی‌کنی وضعیت تو. میدونی فکر میکنم در نهایت یه خورده تخیلاتت ها. فضا، یعنی در واقع نماد این بود که فضا تغییر شکل داده به واسطه همین کار. و بر من یه چیز اصلا یعنی میدونی حفظ ارتباطات بود از راه دور. حالا الان این نوشتن و نقاشی کردن یه راهش همین ابرازه، در اون حالت تراپی داره که تو بگردی برای یه چیزی، و یکی دیگه پیدا کردن آدماست و این حس این که آقا درسته قصه سختیه ولی مثلا شاید توش یه خیر و برکتی داری با این کار ایجاد میکنی و این خیلی برام دوست داشتنی هستش. فکر میکنم هممون یه جورایی احتیاج داریم که ببخشید من مامانم پیغام داده که لایو برای من نیومد چون خیلی دختر مامانی هستم، باید الان یه لحظه آیا بذارید حتما. ببخشید ولی باید تو صفحه من طبیعتا بره. حتما. قاعدتا آره باید بره. اگه سمیه جون تو چون صفحه منم هستی برات ممکن نگاه کنی رو صفحه منم لایو نوشته یا نه، دست در نکن. آره خلاصه اگه میشه برای من شعرش کرد، میخوای برای مامان یه جوری بفرستش آره برای از این مامان پایین؟ متاسفانه الان فرستادم، ولی آره این کار کردم، فقط میخوام ببینم اصولا چطور میشه این کار کرد. شعر تو همیشه برای فرد به خصوصه. آره بکنم درست میشه. خلاصه اینکه من فکر میکنم ما هممون توی این شرایطی که انتظارشو نداشتیم سلام و باهاش مواجه شدیم احتیاج داریم یه باز تعریفی کنیم به مدل زندگیمون و چیزایی پیدا کنیم که ما رو نگه داره و فکر کنم این نوشتن و نقاش کردن بر من از این جنسه. عالی، مرسی. خیلی خوب طولانی توضیح است. دادی.
نه، من فکر میکنم این پادکست درست کردنم برای من سمیه همین حکم داره. حداقل این و که دنبال موضوع هستم که چه پادکست چی درست کنم، چه کتابی بخونم، با کی حرف بزنم. و چقدر دوستای خوب پیدا کردم. یکیشون خودت توی، نغمه عزیزم، سرور عزیزم، تلیعه عزیزم. حالا اگه اسم کسی رو یادم رفت عذر میخوام، ولی واقعا دوستای خوبی توی این مسیر پیدا کردیم من و سمیه هم. و اه، خیلی برای ما همین حکم داره یه جورایی. هر بار که یه پادکست جدید رو میرم لود میکنم میگم وای بالاخره یه کار به درد بخور دوباره این هفته آره. هم کردم. آره. خیلی جالبه چون من گاهی احساس میکنم وقتی آدم خیلی درگیر این داستانه که سخت‌تر میتونه روی چیز دیگه تمرکز کنه. من احساس میکنم نسبت به موضوعات دیگه یه خود برام تمرکز کردن و پیگیری کردن سخت شده، ولی آدم یه انرژی تو خودش احساس میکنه که ولی راجع به این موضوع دلش میخواد بدونه یا حرف بزنه، چون اون چیزیه که درگیرشه دیگه و این دقیقا فضا رو میده که تو خب حسش. حالا با این یه کار کنی. و واقعا چقدر توی خانوم ها واقعا این راجع به این چقدر الان کتاب وجود داره نوشته یه زنایی که مادرهایی که مثلا فرزند اوتیستیک دارن. واقعا جالبه بر من که انقدر این فعالیت در همه کره زمین وجود داره. یعنی تو واقعا میخوای کاری کنی و این موضوع برای تو ملتهبه، خب میاری کار رو روی این موضوع. مثلا خیلی حرکت بهینه ای از این نظر. آره. آره. و راستش رو بخوای آزاده، تو تمام این سالها، خب الان شروین داره تقریبا 9 سالش میشه، من انقدر که از خانواده ها آموختم، از کتاب و چه میدونم دکتر و تراپیست و اینا نیاموختم واقعا. انگار تجربه زیسته خیلی بیشتر کمک میکنه بهت برای اینکه بتونی حالا راحت تر با این آره. موضوع دست و پنجه نرم کنی. من یه اتفاقی که داره برام میفته و یه مقدارم مشکوکم بهش، خیلی خوب بشنوم، یه جور دلسردی عمیقی نسبت به متخصصین و کتاب ها دارم و یه خودم برام حس خوبی نداره. یعنی احساس میکنم یه بغض و کینه ای هم انگار باهاش دارم، نمیدونم. همیشه آدم‌هایی رو پیدا کردم که اینا فوق‌العاده موثر بودن و که حالا یا تراپیست بودن، ممکنه که دوست آدم باشه، یکی از اعضای خانواده آدم باشه، ولی حس نکردم این از تخصص داره میاد. خیلی بیشتر حس کردم دقیقا. از ویژگی‌های شخصیتی داره میاد. البته الان خودم اصلا حسی مدرسه هم احتمالاً به خاطر اونم بیشتر الان بغض و کینه شدیدتری دارم. ولی ما یه تراپی رفتیم، اون برای من واقعا تجربه خاصی بود. یعنی من اونو همیشه به عنوان بهترین آموزش که تو عمرم دیدم فعلا تا الان، امیدوارم آموزش بهتری ببینم، ولی تا الان اونو واقعا برای من خاص بود و زاویه دید ما رو به داستانا عوض کرد. ولی به جز اون بقیه چیزا، حالا من فکر می‌کردم ویژگی اینجایی که ما هستیمه. جالبه که تو هم حالا راجع به جایی که هستیم و تو ایران نمیدونم حالا برداشت آدم چجوریه، ولی من از کار درمانی، از گفتار درمانی اینا هیچ کدوم، مگر از آدم به خصوصی که میدونی داره رابطه میسازه و میخواد این بچه رو به طور ویژه بشناسه و واسه این بچه راهی پیدا کنه و بچه کمک دقیقا. میکنه به خانواده. آره، فردی اصلا نگاه میکنه. دکتر بری تو کتاب انسان کاملا منحصر به فرد اصلا یه فصلش در مورد همین بود که کار درمان ها، گفتار درمان ها یا معلم هایی که ذاتن اصلا این کارن، ذاتشون آفرین، اینجوریه که دقیقا دقیقا. ولی از آره. کتابام اون کتاب خوبی، از آره کتابا من اون خیلی کتاب دوستش عضو دارم. کتابی بود که من احساس کردم واقعا انگار یه نفر تو رو واقعا بغل کرده که نترس، اون حالت التهابی که بقیه داشتن و این نداشت برای من. آره. آره یه جمله خیلی قشنگی داره، میگه این بچه ها از فضا نیومدن، اینا هم انسانن، فقط نوع دیگه ای از انسان بودنه. تو قرار نیست اونو عوضش کنی، قرار درکش کنی، بشناسیش و رفتار خودتو عوض کنی. خیلی وقتا من یه بذار گفتگو رو اینجوری پیش ببریم که با تایتلمونم بخونه. درسته یه تراپیستی داشت که من خیلی کوچیک بود میرفتم پیشش و من اون موقع خیلی خسته بودم. درسته مثلا 2 3 سالش بود، اکثر وقتا نه صبح میخوابید نه شب میخوابید. همینجوری که نشسته بودم اونجا چرت هم گرفته بود و چشم قرمز بود، گفت خیلی خوب درکت میکنم چه حالی داری. من یه خواهر 23 ساله دارم که عین دورساست
و مامانم یه شهر دیگه است. من وقتایی که میرم اونجا توی اون شهر ممکنه 10 روز 15 روز پیشش بمونم. مامانم شبا مجبوره حداقل 5 بار 6 بار بیدار بشه خواهرم و کاراشو انجام بده، برای اینکه تنگی نفس داره و مشکلات دیگه داره. وقتی میرم اونجا بهش میگم مامان تو برو راحت استراحت کن، تو روزم برنامه ای داری بریز این 10 15 روزه با دوستات برو بیرون هر کاری میخوای بکنی و من پیش خواهرم هستم، اصلا نگران این نباش. و مامانم اصرار داشت که من اصلا بلد نیستم بدون خواهرت زندگی کنم، تو الان خواهرت از من بگیری نه من بلدم بخوابم نه بلدم برم، من اصلا نمیدونم زندگی بدون خواهرت چه شکلیه. من اینو سالها به عنوان یه چیزی که منم دیگه الان اینجوری شدم، منم بچه ها رو ازم بگیرن زندگی نمیتونم بکنم، به عنوان پذیرش این که بچه اسپشیال نیدز دارم اینو موضوع رو عنوان کردم. ولی الان که اینجا نشستم این موضوع انگار تو نیازهای خودتو همه رو بخچه میکنی میذاری جلوی در، فقط نگاه میکنی میبینی بچه اسپشیال نیدز چه نیازی داره و تو نیازتو با اون هماهنگ کنی. و واقعا مادری با نیاز ویژه که اسم لایومون رو گذاشتیم منظور به اینه که چقدر ما این کار رو تو زندگیمون میکنیم، چقدر همش نگران نیازهای بچه‌مونیم، آیا به نیازهای خودمونم رسیدگی میکنیم، آیا حواسمون هست که اینجا که ام، بچه هر خواسته ای داره، من کجای داستانم، من چی میخوام، من اون لحظه چه شکلی هم. در این مورد اگه بتونی آره. چه صحبت رو چه ادامه قشنگ بود بدی. که اینو گفته و این تجربه رو داشته. ببین من فکر می‌کنم قوی ترین توانی که ما داریم و اصلا این شده که ما دووم آوردیم هزاره ها رو و اینجا نشستیم، توان ما برای کنار اومدن با وضعیت و تطبیقه. یعنی این به نظرم یک نتیجه خیلی طبیعی از وضعیته که من شرایطم اینه، من دیگه اصلا خب اینه داستان، کمتر میخوابم، کمتر این کار رو میکنم و میتونم این کار رو بکنم. من فکر کنم اتفاقی که آدم به این سمت میره. اما این ربطی به این نداره که آدم چقدر داره زندگی میکنه و چقدر داره از زندگی کام میگیره، چقدر داره واقعا زندگی خودش رو هم زندگی میکنه. ما یه همون تراپی که گفتم که خیلی رو من تاثیر گذاشت، ایدهش این بود که کلا نباید اینطوری باشه که این فرد نیاز ویژه، حالا مثلا آروین تو خونه ما مثل خورشید اون وسطه و شما سیاره ها دارین همین دور این میچرخین. شما باید به الگویی فکر کنین که 4 نفر آدم داریم کنار هم زندگی میکنیم و هر کدوم خواسته ها و نیازهایی دارین، هر کدوم هم به واسطه اون 3 نفر دیگه و محدودیت های خودتون و محدودیت های محیطتون و امکاناتتون نمیتونین کاملا آزادانه زندگی کنین. اما سوال اینه که آیا چیدمانی که دارم درش زندگی میکنم چیدمان بهینه هست یا نه؟ قبلتر از اون نکته اینه که آیا من توان پرسیدن این سوالو دارم یا نه. یه وقتی آدم با این موضوع مواجه میشه، اولش برداشتش اینه که من واقعا برای من با یک وضعیت اورژانسیه، به خاطر اینکه این بچه نمیخوابه، غذا نمیخوره، نیازشو نمیگه، دستشویشو نمیره، عاقبتش چی میخواد بشه؟ به هم میریزه. مثلا من حالا از مسائل اصلی خودم به هم ریختگی خیلی شدید، خودزنی خیلی طولانی و من نمیتونم برم حالا چیکار کنم. و نیرو تو بسیج میکنی حول این میگه آقا من اصلا کار چیه، کدوم کار چی برم، مثلا خونه رو میخوام به چی، اصلا چی رو بچینم دیگه، تا حدی میرسه که اصلا احساس میکنی یه آدم دیگه هستی. مثلا همون چی برم، ابرو رو برای چی بردارم، میتونی مثلا همه چیز و من باید رو این فوکوس کنم. مشکل اینه که وضعیت اورژانسی در ذاتش کوتاه مدتی داره. شما آمبولانس میاد میرید 1 ماه 2 ماه، این قصه یه زندگیه، یعنی این قصه که تمام نمیشه. این شما 2 سالگی متوجه میشی شما تا آخر عمرت با این درگیری و حالا چی؟ آیا میتونی با اون فضا ادامه بدی؟ یعنی این دو مثل اینه که دوی پرسرعت رو بخوای تو فضای استقامت بدوی، نمیتونی. اینا مکانیزم متفاوتی هست. فکر کنم یه جایی باید تغییر بدی، بری رو مود این که آقا یه دو استقامت و من باید دووم بیارم و
حالا من الان با این راحت ترم. قدیما اولش که به من میگفتن تو باید دووم بیاری، تو شمع روشن این خانواده، تو میافتی و اگه تو بیافتی همه میافتن، من حتی ناراحت میشدم چون احساس میکردم یعنی چی، منو چرا به اینا رب میدی، من خودم میخوام زندگی کنم. حالا الان یه ذره چیزتر شدم، ولی تو باید بتونی دووم بیاری برای بچه ها و بقیه و برای خودت که خب این یه فرصت یه باری زندگیته به هر حال. و به این شکله، یعنی کارتی که دست تو اینه، تو الان مادر این فرزند هستی با این امکانات و ممکنه تو زور بزنی و چیدمان خیلی تغییر نکنه، این واقعیته. اما اگه زور نزنی قطعا تغییر نمیکنه. من این نکته کلیدیه برام که بین همه چیزا این مجبور میشه که ببینی آیا من برای غذا انقدر انرژی باید مصرف کنم، آیا من برای خواب بچه‌م انقدر انرژی باید مصرف کنم، آیا روابط من، آیا کار من، آیا آرزوهای من. تو هی تک تک اینا رو انگار که وسط اینجا نشسته دایره میچرخی، اینو چک میکنی، اینو چک میکنی، اینو چک میکنی، اینو چک میکنی، ببین کدوم میتونی یه ذره عقب ببری برای خود فضا ایجاد کنی. یه سری چیزا رو نمیتونی ببری. یعنی اصلا اینطوری نیستش که اون مادری که مثلا بچه 20 ساله داره، بچهش تو تابه، و من دیدم واقعا توی تابه و مامانه داره اینو تاب میده و بچه مثلا با پوشکه، بچه که دیگه یه مرد 20 ساله است توی پوشکه و این داره اینطوری اینو نگه میداره و روابطی نداره و هیچ چیزی برای خودش نداره. نمیتونی بگی آه اگه تو تغییر دادی 100% چیز دیگه میشد، اما اگه تغییر ندید 100% همه میشه. میدونیم موضوع سن که جنگیدنیه به قصد این نمیدونیم برنده میشه آدم یا نه. ولی چیزی که به من خیلی کمک کرده اصولا فاصله گرفتن از این نتیجه است. یعنی برای من قصه فقط اینه که من آزاده آیا دارم برای باز کردن فضا برای خودم تلاش میکنم یا نه. اینکه چقدر باز میشه یا نه دست من نیست و این روی کردی که من راجع همه چی دارم. مثلا من برای بهبود وضعیت غذا، خواب، بازی، ارتباط، استقلال بچه دارم ماکسیموم تلاشم رو میکنم. اگه میکنم برای من این کافیه. اینکه چه نتیجه میگیرم واقعا تو اختیار توی حوزه من نیست و سعی میکنم به این خیلی دلخوش باشم. میدونی که من این کاری امروز کردم، من ایشونو پارک امروز بردم، یعنی که از کفشش و مجروش خودش بپوشه بره، حالا اونجا به هم ریخت، اونجا مشکل خورد، به من دیگه مرتبط نیست. نمیدونم جواب سوالت داره، خیلی حرف زدم. نه خاک تو پام. نه، خیلی هم خوب جواب سوال منو دادی. خیلی هم خوب جواب. من اگه بخوام مثال بزنم، ببین خیلی وقتا اینجوریه که واقعا توی مادر شاید میدونی که موضوع چیه، میدونی که چی رو باید عوض کنی، ولی نمیدونی چجوری. یا خیلی وقتا میدونی که چجوری باید عوضش کنی، حوصله‌شو نداری. در مورد خود من همین جوریه، یه چیزایی رو میگم ولش کن، حالا شاید سنش رفت، حالا خوش یاد گرفت، من الان حوصله ندارم اصلا با این موضوع سر کله بزنم. تو این موضوع حسن خیلی بهتره. اگه بخوام مثال بزنم، مثلا دیشب حسن خرید کرده بود و برده بود خونه و شام هم برای بچه‌ها گرفته بود و برده بود. شروین رفت وسط خریدات شکلات برداشت، شکلات رو آورد و من بودم، اگه قرار بود من غذای شروین رو بدم گفتم که خب ولش کن دیگه، حالا شکلات رو دیده باز کن بخوره، ولش کن حالا امشب هم شام نخوره. ولی اصلا خیلی جدی نشست گفت شکلات رو دستت نگه دار، غذاتو بخور، بعد غذاتون رو باز کن. و خیلی قشنگ غذاشو خورد و شکلات رو نکرد که بخوره. یا خیلی وقتا مثلا حسن میگه که بچه از این یکی مسیر بریم، مثلا از پارک آبی داریم برمیگردیم، از این یکی بریم جاده قشنگه، جاده شماله، بریم موزیک گوش کنیم، صفا کنیم. من میگم نه تو رو خدا مسیر رو عوض کنی، شروین به هم میریزه، حوصله ندارم الان به هم ریختگی این حوصله‌شو ندارم. یا حالا بذار امتحان کنیم. و هر بارم که امتحان کردیم نه شروین به هم ریخته، نه اذیت شده، نه سختش بوده. و خیلی وقتا خود منم که میترسم از اینکه یه کاری رو انجام بدم، خیلی وقتا نمیترسم ولی حوصله این که بخوام یه همچین کاری رو بکنم ندارم. نمیدونم، خیلی وقتا شخصیت من این مدلیه که اصلا ببین نمیدونم اینو چجوری بگم. یه کتابی هست که دارم میخونم، اسمش وقتی بدن نمیگوید، نمیدونم خوندی یا نه، دکتر گوته نوشته. کلیت حرفش اینه وقتی تو یه کاری رو
که دلت نمیخواد انجام بدی، انجام میدی و نه نمیگی، یه جایی بدنت دیگه نمیگه، دیگه خودش یه کاری میکنه که تو دیگه نتونی اون کار رو انجام بدی وقتا. و خیلی چیزا رو میگه از بچگی میاد، ولی کاری که تو الان میتونی بکنی اینه که آقا وایسی نگاه کنی به احساساتت. مدیریت احساسات بسیار مهمه تو این قضیه، که حتی خیلی از بیماری‌های خود ایمنی رو تو نگیری. چرا؟ ببین ما همیشه شنیدیم که این ژنتیکه، در صورتی که تو این کتاب میگه نه آقا جان، من کتاب حتی خوندم، سرطان. واقعا کتاب جالبی. آره آره، این همیشه دقیقا هست اینه که ما فکر میکنیم که آقا نسل ژنتیکی تراما 7%. و یه چیز جالبی داشت اونجا میگفت، یه بتینامی رو تعریف میکرد که با پدرش بود و مادرش از بچگی دوستش نداشت و دیگه چسبیده بود به پدر، نگران بود که پدر یه وقت مثلا اینو دوست نداشته باشه و اینا. و داشت برای دکتر تعریف میکرد که آقا پدرم داشت حرفایی رو به من میزد که من اصلا دلم نمیخواست اون حرفا رو بشنوم، اصلا حرفای پدر و دختری نبود. و دکتر بهش میگه خب چرا به پدرت نگفتی که این حرفا رو به من نزد؟ و اون گفت من اگه میگفتم پدرم شرمنده میشد. شخصیت ما اینجوریه که به جای اینکه نگران خودم باشم که تو اون لحظه چی رو دارم حس میکنم، چی رو دارم احساس میکنم، همش نگران طرف مقابلی هم که اصلا من هیچ ایده ای ندارم دقیقا که اون از چی ناراحت میشه، از چی خوشحال میشه، ناراحتیش چیه، شرمش چیه، غمش چیه. اه، و همین در این مورد اگر حرفی داری که میتونیم ادامه بدیم آره. گفتگو رو. ببین به نظرم یه بودش این که گفتیه که آدم یه موقع نمیدونه چی کار کنه، یه موقع آدم اصلا باور نداره به این که میتونه تغییر بده. این یه شرایطه. یک شرایط دیگه اینه که آدم نمیدونه چجوری این کار رو انجام بده. یه شرایط دیگه هم اینه که آدم میدونه باید تغییر بده، یه ایده هم داره چطوری، ولی جونشو نداره. اولا که بازم همشون خیلی طبیعی هن. یعنی هممون روزانه به نظرم تعدادی از اینا رو تجربه میکنیم. یعنی مواردی هست که جونشو نداریم، بعضی رو اصلا نمیدونیم چی کار کنیم، بعضی هم احساس کنیم واقعا این تغییر نمیکنه. من فکر میکنم چیزی که از هم خیلی مهمه همین هوشیاریه به وضعیته. یعنی وقتی این شرایطی میاد، به جای اینکه حس آچمز به آدم دست بده که با اینم شد زندگی من باز اینجوری اینا، به این فکر کن که ببین تهش من الان انرژی ندارم، پس من دارم الان استراحت میکنم. یه نفر نوشته ثابت مونده صفحه. فکر آره میکنم به تلیه اینترنت نوشته. بیننده بستگی داره. این نه نمیدونم بقیه هم میشه الان بنویسن الان لطفا. تکونای منم زیاد دارم الان میدم دارم دیگه. من تکون میخورم. از همینجا نرمش رو شروع کنیم دست بیا و موزیکم بری. مامان اومده برای خبر من کنی. اینطور نیست. ضمنی تلیه جون منظورش این بود فکرم. که دخترم آره سنگین باش. مامان نه چه خیلی. ببینید میخوام بگم من یه موقعی هست که مثلا میگم که آقا من نمیتونم کار بکنم، این که آدم با این درگیر نشه، ای بابا نمیکنم، یعنی دیگه آدم رها کنه، حداقل از این حس عذاب وجدانه فاصله بگیری. یعنی اگه بدن تو به تو میگه آقا الان من خستم، جون این درگیری رو ندارم، حداقلش اینه که وقتی که باشه پس من الان خودم الان استراحت میکنم، شاید بعدا به این موضوع پرداختم. بدترین حالت اینه که اینا رو آدم با هم قاطی کنه، یعنی نه کاری کنه، هم عذاب وجدان داشته باشه، هم هی از خودشو بکوبه. و این خیلی، من خودم یه آدم حمله کنم به وضعیت. یعنی من اگه احساس کنم چیزی سر جاش نیست در مورد زندگیمون و برای من مهم باشه، برای بقیه نه، برای من مهم باشه، میرم تو شکم داستان. علتش این نیست که خیلی آدم مثلا مثبتیم، علتش اینه که من از وجدان نمیتونم تحمل کنم، من اون ورشو بلد نیستم، حالم بد میشه. یعنی هی احساس میکنم من الان باید این کنم، من باید یه کاری برای من آدمی که باید یه کاری کنم. این که تو با خودت یه صلحی داشته باشی، حتی مثلا من با خودم میگم ببین تو آدم دست به عملی هستی، طبیعیه که الان نسبت به موضوع میخوای این کار کنی. یه موقع هم واقعیتش یه چیزایی رو انقدر انگولک کردیم بدتر هم شده، الزاما هم بهتر نیست، ولی حداقل خودتو با خودت در صلح باشی. هی تو این فضا نری که با چرا هیچ کاری نمیکنم، من چه مادر بدی هستم، من چرا انرژی ندارم.
یکی این موضوع بازم مهمه. یه موضوع دیگه اینه که بتونی این انرژی رو مدیریت کنی و به نظر من این سخت ترین کار ممکنه و ما اصلا آموزشش رو نداریم. یعنی ما آدمای این مدلی نیستیم تو فرهنگمون که موضوعمون این باشه که من چجوری انرژی رو بین کنم، چطور چند بعدی زندگی کنم. من دو تا دیگه قبول دارم. سروش گفت که نباید هی آدم توی حد بمونه. یه بالانسی آدم باید پیدا کنه دیگه تهش. من میدونی من چه الگویی رو همیشه تو ذهنم تصور میکنم، هم راجع به خودم هم راجع به همه افراد خانواده. اینکه یه ظرفه و تو این ظرف رو پر میکنی از صبح تا شب. یعنی صبح بچت به هم میریزه خودش پر میشه، بعد یه نامه میاد که اعصابت خورد میکنه، بعد یادت میاد که با زبان ولی فلانم. این ظرف پر میشه و تو باید متوجه این باشی که من ظرفم کجاست و اگه ظرف من اینقدر پره با توجه به این چه کارایی میتونم بکنم، چطوری میتونم اینو با ظرف خالی کنم. مثلا یه موقعی من ورزش میکنم، من مثلا چطوری میتونم در واقع این ظرف بزرگ کنم. من همش به این سعی میکنم خودآگاهی راجع به وضعیتم داشته باشم که من چقدر ظرفم پره، چیا پره، چطوری میتونم خالی کنم، چطوری میتونم ظرفم بزرگ کنم و به واسطه این بتونم ادامه بدم در نهایت. و یه چیزی که کمک میکنه خالی کردن این ظرفه، پایین گذاشتن اون بارایی که داریم میکشیم و دیگه اونا رو میشه پایین گذاشت. یعنی ما به اندازه من همش به خودم وقتی غمی دارم، یک کلافگی دارم، همش به خودم میگم اینو لازمه بیارم چون من به اندازه کافی کولم سنگین هست. آیا اینو من میخوام با خودم داشته باشم؟ مثلا الانا همین ماجرا این که بعدن چی میشه. مثلا الان این بچه اینجوری به هم ریخت چنگ زد سخته، وقتی 20 سالش شد چی میشه؟ اون موقع مثلا اگه من یهو توی یکی از این برخی رو بمیرم چی میشه؟ خب این چیزی که تو میتونی فلج کنه در لحظه و میکنه من فلج ها فکرش. یعنی یهو تو نشستی با یه بچه 7 ساله حالا عصبانی شده، کنترلش از دست داده، میخواد از تو کمک بگیره، به تو وصل بشه، چنگ میاد. خب تو موقعیت هستی و در لحظه فکرت میره به اینکه یه بار من سر که اینا میمیرم 10 سال دیگه و میبینی دیگه فلج شدی، دیگه نمیتونی هیچ کاری کنی. منش به خودم میگم که من لازم دارم این تاثیر رو، من اینو لازم ندارم و اون بار رو میذارم زمین، بگم خب برای چنگ زدن پس باید کاری کرد. یه اون وقت میگه پیکتوگرام مثلا چاپ میکنی چنگ زدن ممنوعه، دستشو میگیری، دستشو ماساژ میدی، میدونی وارد یک حرکتی میشی ولی نمیافتی ولی که نظر تو رو پیش بریم. بارای اضافه رو من تعیین میکنم روزانه یا خودم بپرسم چی واقعا داره من اذیت میکنه، گیر اصلیش چیه و آیا میتونم اینو زمین بذارم یا نه. خیلی مهم بود آزاده. فکر میکنم این نیازمند اینه که خودتو بشناسی، توانمندی هاتو بشناسی. خیلی وقتا تو توان انجام یه کاری رو داری ولی یه باوری که خودت هم نمیدونی چیه بهت اجازه نمیده اون کار رو بکنی. آره. حالا الان مثالی تو ذهنم نمیاد ولی مثال ویدئو. تو اولین بار که میخواستیم حرف بزنیم و ویدئو آدم بخواد راحت حرف بزنه مثلا، آره الان میبینم با آره اون مجری قشنگ میتونی بری صدا و سیما دیگه، نه الان صدا و سیما، ولی به هر حال نمی‌دونم که هیچ مشکلی هم نیست. نه سخته واقعا. آره حالا ببین دیشب داشتم با خودم تو یه حرفی زدی، خیلی حرف قشنگی بود آزاده. گفتیم ما میتونیم از هر موقعیتی برای آموزش استفاده کنیم و دیروز داشتم نگاه کردم دیدم که خب ببین چقدر موقعیت هست. مثلا نوشیدنی شروین، چون من هنوز نوشیدنی شروین رو پر میکنم. بعد گفتم خب من نصف آب میریزم نصف نوشیدنی، اون نمیدونه که نصف آب نصف چاییه، فکر میکنه همش چاییه. خب من به اون چجوری بگم نصف آب بریز؟ بعد یادم افتاد که این یکی آزاده که اینجا دوستمه به من گفته بود که نوشیدنیاشو همه رو نصف نصف میذاره اصلا توی یخچال، همون موقع که میاره نصفشو آب میکنه، آها. نصفشو مثلا نوشیدنی میذاره توی یخچال. بچه فکر میکنه اصلا ارگانیک همین شکلی همین مزه است. میگه الان دیگه آها. میریم بیرونم نوشابه بیرون رو نمیخوره، میگه این چرا این مزه رو چرا؟ میده. چرا بامزه؟ و همونی رو میخوام که نصفش آبه. اه، با خودم دیشب یه ظرف خالی شد، گفتم خب از این به بعد همین کار میکنم منم، سویتی دو شروین رو نصف آب میکنم.
یک کلمه حرف تو به من یادآوری کرد که آخه در طول روز خیلی کارا هست که شروین خودش میتونه بکنه و من نمیکنم این کارو و نمیدونم چرا. میگم ولش کن، حالا خودم میریزم دیگه، خودم میذارم دیگه، خودم انجام میدم دیگه. و این خودم انجام میدن و دارم انجام میدم، ولی اه، پروین هی داره بزرگ و بزرگتر میشه و اینکه بعدم بخوام یه همچین چیزی رو بهش بگم که آقا نوشیدنی تو خودت بریز، خیلی سخت‌تر از امروز میشه که 9 سالشه، 8 سالشه. ببین من فکر میکنم دو تا موضوع به ذهنم میرسه. یکی نداشتن واقعا انرژیه، و نداشتن انرژی هم از همین میاد که یه اصطلاح خیلی قشنگیه، میگه از آدمی که برهنه است، اگر یه آدم برهنه خواست به شما بلوزی قرض بده، شما این بلوز رو نگیرید، برای اینکه اگه داشت میپوشیدش. وقتی آدم برای خودشون وقت رو نمیذاره، وقتی آدم خودش کلافه است، سخت‌تر میتونه برای دیگری کاری کنه. و این خیلی طبیعیه که تو مثلا وقتی که کلافه نیازهای خودت برآورده نیست، همش انرژی نداری. یا یه جمله حتی از اون بهتر، یه بار یه تراپیستی گفت، من خیلی خوشم اومد، گفت انقدر برای بچه‌تون وقت نذارین که برای بچه‌تون وقت نداشته باشین. ببین مثلا وقتی که تو مادرت تو خونه هستی که بچه تو صبح تا شب با توه، میری تو آشپزخونه پای تو چسبه، بچه تیپیکالا داری آشپزی کنی، مامان ببین ببین ببین، پای تلفن یه دقیقه میخواد با کی حرف بزنی، مامان مامان ببین ببین، میری حموم میاد مامان مامان. و تو احساس وقتی که میخوای باش بازی کنی اینجوری که مثلا باشه چه قشنگ بس دیگه، تو انقدر برای این بچه وقت گذاشتی که دیگه براش وقتی نداری. ولی یه موقع میبینی اگه این 2-3 ساعت خونه نباشه، اگه یه دوستش بیاد این بره خونه دوستش، یا حالا هر چی بمانی، اون یه ساعت که داری باش بازی میکنی واقعا واسش وقت داری. یا اگه داری آشپزی میکنی، واقعا داری با اون آشپزی میکنی. یعنی یه قصهش این وضعیت که آدم فدای بچه ها میشه، در نهایت به نظر من میتونه کیفیت این که بخواد کارای کنه رو بیاره پایین، بخاطر که تو خسته ای، خیلی دیگه آدمی زاده، خیلی طبیعیه وقتی خوابت خوب نیست، غذا خوب نیست، تفریح نداری، کسی رو نمیبینی و همه اینا، انرژیت میاد پایین. و موضوع دوباره اینه که این یه دوی سرعت نیست. تو ممکنه بتونی این کار 2 سال 3 سال ادامه بدی، ولی اگه وقتی قرار تا آخر عمر آدم بره جلو، فرسایش اتفاق میفته. یه موضوع به نظرم اینه که باعث میشه آدم سراغ اینا نره. یه موضوع دیگه اینه که و بعضم حالا اونو واقعا یه روانشناس شاید بعد بیشتر بگه، من اینو فقط شنیدم ولی خیلی به دلم نشسته. ادامه وضع موجود یک جورایی به نفع آدمه. می‌دونی چرا؟ به خاطر اینکه مثلا من آزاده، من الان کار نمیکنم، خب، و اینکه کار نمیکنم برای من موضوع جدیه. من یه تخصصی دارم که الان بخواد استفاده ازش نمیکنم. من الان تخصصم توی مثلا علم مهندسی مواد، کار نمیکنم. دوستای من، ارتباطات من حول موضوع اوتیسمه. اکثر کاری که من خلق میکنم حول سختی زندگی، حول اوتیسمه. بعضی اوقات وقتی اوضاع خوبه، یهو احساس میکنی که خب چه خونه ای، پس حالا چی بگم، پس الان دیگه من کیم؟ یعنی اینکه من تطبیق میدم. میدونی اون خیلی ماجرا که از اون خانومه گفتی که آقا مثلا دخترش میاد میگه نه من بدون بچه اصلا نمیتونم، حالا خیلی تو میبینی که ای بابا من واقعا بدون اینا نمیتونم، پس یه جورایی من میخوام اونو. و این خیلی موضوع سختیه، چون تو کرگیوری، تو میخوای اوضاع بهتر کنی، ولی عملا تو داری یه خود نون میدی به این قضیه که سخت بمونه، چون این توجیه میکنه وضعیت تو رو. من اینو یه جایی که خیلی عجیب تجربه کردم این که من مامانم خیلی واقعا خیلی کمک کرد، اومد اصلا نگه داشت وضعیت ما رو. ما ویزای به خصوص تونستیم بگیریم که بیاد اینجا کمک، و خیلی اوضاع سختی بود. و من تونستم یه سوگواری خیلی زیادی بکنم و بتونم کم کم بلند شم، ولی آخراش احساس میکردم من اصلا انرژی زندگی ندارم. من نمیتونم آشپزی کنم، من لباسا رو نمیتونم کمدم نمیتونم مرتب کنم. و یه جایی به خودم اومدم دیدم که من نمیخوام مامانم بره. بس فقط همینه، من نمیخوام مامانم بره. اگه من افتاده باشم مامانم نمیره. حالا نه اینکه نمیره، اون که همیشه مسئله قانونی اقامت و اینا مطرحه، و یه ذره روانی ادامه وضع موجود در حالتی ممکنه که من خیلی افتاده باشم، در حالی که زمانی که رفت
که خیلی دردناک بود و هنوزم برای من خیلی سخت نبودنش، اما مشکل من انرژی نبودم. نه من خونم تمیز میکنم، حالا کسی تو نمیدونم در حد ممکن کارا رو میکنم، اینجوری هم نیست. ولی تو میفهم که تو توی اون چیدمان به نفع تو یک جورایی ادامه وضع موجود، اما در نهایت پایدار نیست. آره من فکر کنم یه دلیلش اینه که آدم میگه خب ببین من آب اینو میدم، نون اینو میدم، من مراقب اینم، من نباشم این اصلا نمیخوابه. و یهو ول میشی توی دنیا. وقتی این بچه نیست تو یهو این یک قطره‌ای میچکی در این خلأ پوچی که او من کیم، من چی بودم. به خاطر همین که من کنم از این نظرم لازمه آدم هی چیزایی رو به زندگی اضافه کنه. درسته تنه درخت این بچه و ماجراشه، ولی یه جوونای کوچیکی بده، یه ساقای کوچیک. این زبانم برای من یه معنی داره. مامان من نشته حالا فهمیدم اون قصد چی بود. اون همه خونه که تمیز کردم همش دعات رو. آره خلاصه من فکر کنم لازم اون چند بعدی بودن آدم حفظ کنه و خودش رو به جاهایی وصل کنه که فقط با این داستان تعریف نشه، به خاطر حتی رشد همون بچه حداقل. آره آره کاملا درست میگی. دوستانی که تو لایف هستن اگر سوالی چیزی دارین دوست دارین با ما مشارکت کنین لطفا برسیم. من کوئسشن باکس این پایین نمیبینم، تو میبینی؟ معمولا این پایین کامنت باید من یه کوئسشن میبینم میکن. که سنسم. آره چرا من میبینم. خب اوکی. تو نمیبینی چون تو داری برگزار میکنی و تو خودت نمیتونی آه. بپرسی، من اما چون تو چیز گردنش کامنتر میتونی. چرا؟ آره تو کامنتر هم کامنتر نمیبینی. چرا کامنتر میبینم، کامنتر میبینم. آها چی یه علامت سوالی گوشه پایین بود که من مثلا میبینم. سوالاشون رو من نمیبینم آره انشالله. آره خب اگه به کسی همون سوالی احتمالا به داره خاطر اینه که تو. میخواد که اونجا بنویسه بنویسه، خوشحال میشیم. م، من راستشو بخوای آزاده خیلی چیزا یه حرفیه که همیشه صدا قطع شد مرجان، بقیه هم صدا براشون قطع شده. دوباره وصل شد. خیلی. خدا. اه، ببین یه جمله هست که میگن همیشه عمل بعد از آگاهی نیست. یعنی خیلی وقتا تقریبا همه سیگاری ها میدونن که سیگار کشیدن بده، بعیده از سیگاری بپرسی آقا سیگار کشیدن خوبه بگه آره، ولی معمولا ترک کردنش کار راحتی نیست. خیلی چیزا که همینی که تو میگی برام عادت شده اصلا آدم خودش نمیدونه که براش عادت شده و این دونستنه واقعا فکر میکنم عملا از اون خودشناسیه میاد دیگه، چون واقعا مهمه که تو خودتو بشناسی و بدونی که دقیقا خواستهات نیازات دقیقا همون حرف که تو زدی دیگه، از لخت نمیشه لباس خواست. بنابراین اگه بخوایم یه جمع بکنیم صحبتامونو مهمه که خودمون رو بشناسیم، نیازامون رو بدونیم که بعد اون وقت بتونیم تصمیم بگیریم حالا با این نیازهایی که میدونیم چیه چی کار میتونیم بکنیم، چقدرش رو میتونیم برآورده کنیم، چقدرش رو نمیتونیم، چقدرش نیازامون مجبوریم که خلاصش کنیم توی نیاز بچه‌مون. در کل حرف ما فکر میکنم بیشتر اینه که آقا یه خود مراقب خودمون باشیم، هوای خودمون هم داشته باشیم، آره همه ی حواسمون به این نباشه که بچه‌ای با نیاز ویژه دارم که همه چیز ما همون جوری که تو گفتی قرار خورشید باشه و بقیه دورش بچرخیم، اونم قراره یه عضوی از خونه باشه. البته خونه ما یه خورده متفاوته چون دو به دو این دوتا نیاز ویژه دوتا خیلی شرط سخته اون. آره فکر جریان کن یه تو خورده واقعا پس متفاوته. منطق داری. آره واقعا بعد اون نیاز ویژه ها متفاوتن، یکی خواب نداره، یکی غذا نداره، یکی چه می‌دونم مشکل تنفس داره. دیروز شروین یه کار خیلی بامزه کرد برام خیلی جالب بود. ببین آزاده اینکه شروین نمیره هیچ جا پیش خودمه، درس هم پیش خودمه، درسته که 24 ساعت پیش ما، ولی از شروین از وقتی که جایی نمیره من اینو اصلا برای هیچ کس توصیه نمیکنم و این چیزیه که برای من به برای شخصیت یلدا، خونه زندگی یلدا و شرایط یلدا مناسب بوده.
از وقتی هیچ جا نمیره حال هممون خیلی بهتره. اولا صبح من درسته 2 ساعت واسه خودمون داریم صفا میکنیم ما، چه میدونم کارهای بهداشتیمون رو انجام میدیم، میریم خرید، میریم پیاده روی، موزیکمون کنیم، 2 ساعت واسه خودمون تکمیل داریم. بعدم اینکه شروین خودش یه اعتمادی انگار به من پیدا کرده، یه حالی که انگار داره ازم تشکر میکنه. شروین هر موقع که ما برای یه دورسا بیریت میذاشتیم، بیریت تریتمنت میذاشتیم، میزد زیر دستمون که نکنید این کار رو که مثلا دورسا داره اذیت میشه. دیروز یه کار خیلی بامزه که خیلی دوست داشتم، اومد از دست من گرفت. ما معمولا توی یه اتاق دیگه میکنیم که حالا این اذیت نشه. اومد از دست من گرفت، واسه خودش 2 تا پیس گذاشت و نفسا رو کشید و بعد انگار که یعنی خب من فهمیدم که این اذیتش نمیکنه پس بده من براش بذارم، و همه پیریدا رو داشتم اون براش گذاشت. بر من خیلی این حرکتش چقدر جالب بود. جالب. کارو بده دست اوستا، آره. کار شما بلد آره. نیستی، بده من. مثلا من اول ببینم میشه آه. اصلا نفس کشیدین چیه رو دهنه این بچه میذارین صبح چقدر شب. جالب بود. آره خیلی آره. جالب. ببین راجع به مثلا این این الان ربطی به بحثمون آخه این نداشت، انقدر اصلا گفتگومون مهم نداشت. نیستش، انقدر موضوع جالبیه و ماها انقدر آدم هی مشاهده میکنه و این تغییرات تو بچه ها آدمو سر ذوق میره. هم تغییرات مثلا شروین منم سر ذوق میاره و فکر کنم حالا من استوریج به آرمین بگم تو که طبیعیه از همه آره. چیزی که تعریف میکنی. آه. آره. و ببین وقتی که من برای خودم پیدا میکنم با این شرایط که شروین 24 ساعت پیشمه، روزی 2 ساعت 3 ساعت تلفن دستشه، اون کیفشو میکنه با تلفنش، منم به کارهای خودم میرسم. بازم میگم این اصلا توصیه ای نیست که من به کسی بکنم که این کار رو انجام بدی. من خودم آدمی بودم که تا 20 ماهگی گفتم اصلا برم بچم دیجیتال اصلا شم نزن، تلفن اصلا، این اصلا، اون اصلا. ولی الان واقعا احتیاج دارم که 2 ساعت واسه خودم باشم. دیروز یعنی من 2 ساعت ظهر رو راحت تونستم بخوابم. شروین انقدر بچه باحالی شده تو این قضیه که مثلا میبینه من خوابم اصلا دیگه نیاد سراغم. برام عجیبه، اصلا قبلا اصلا اینجوری نبود. چه تو جالب. خوابیدی الان میام دیروز قشنگ به من اجازه داد بخوابم. فقط یه بار اومد روی عادت داره رو توپ سیپی میشینه، یه وقتایی پای منو حائل میکنه میپره، یه بار رو پام پرید و همین. و انقدر بهش مطمئن شدم که میتونم به راحتی بخوابم بدون اینکه نگرانش باشم که الان کاری انجام میده. ام، ببین بازم واقعا نیازمند همین طراحی شخصیه. یعنی همین که میگی مثلا یهو در دقیقا خانواده شما، در آفر شرایط شما اینه راه حل. و بعدیش میدونی چه بعدیش اینه که مثلا میگم الان موبایل رو بدی و مداوم ناراحت اون باشی. من مثلا این چیدمانا از این بدتره که تو اصلا موبایل رو آفرین بدی. یعنی من آفرین. مثلا آره یه باید کاری کنی که در نهایت احساس کنی آقا بالانس کل خانواده در مجموع بهتره و بعد آدم رو بپذیره که هیچ راه حل 100% وجود نداره. یعنی تو نمیتونی یه راهی پیدا کنی که از همه نظر عالی باشه، هم انرژی خیلی نبره، هم آسون باشه، هم خیلی نتایج خوب بده. وجود نداره. تو همیشه انتخاب میکنی چیزا رو از دست میدی. ولی اینکه یه بار روانی بذاره آدم، به نظرم اون نکته کلیدیه. حالا بذار به جمع‌بندی برگردم به این بحث آدم خودشو بشناسه، نیازاشو بشناسه. من فکر می‌کنم این خیلی کار سختی. و چه جوری؟ حالا مثلا یه نفر میشن که خب حالا باشه من چجوری نیازمو بشناسم، چجوری آزاده انرژیمو ببخشید مراقبت کنم. وسط صحبتت دارم میام، تصویر خراب شد کاری براش میتونی بکنی؟ یعنی اینترنت مثلا چوری هست که نه من بتونی؟ فکر کنم اینترنت، نه همه چی من ثابته. اوکی، شاید مشکل از یعنی منه. امکان دیگه ای اوکی. هم نداره. آیا شاید چه کیفیتشو عوض کرد که یه ذره؟ نه بهتر نشد. همون حرکت هم برم. چون حرکت رو این انجام حرکت بده ولی همچنان اصلا همونجوری، همچنان تصویر همونجوریه ولی صدات خوبه. میخوای قطع کنی دوباره بگی آقا من مامانم میگه خوبه. احتمالاً چیز دیگه به اینترنت پس حرکت کرد. مشکل از منه. آره ممکن. اوکی. برو نه به بریم. نظرم در مورد نیازا داشتی میگفتی که کار آره در سختیه. مورد این که بدونی چی میخوام و من کی هستم و اینا خیلی کار سختیه و آدم هی تغییر میکنه. این تراپی که ما رفتیم ویژگی جالبی که داشت این بود که کل خانواده رو میبرد توی خونه دیگه، توی چیدمان دیگه. و تو توی یک چیدمان دیگه یهو احساس میکردی که او من واقعا پس اون وضع رو نمیخوام، پس من واقعا میتونم اینو امتحان کنم.
یعنی یه چیزی مثل یه چیز ساده ای مثل تغییر موقعیت یا میتونست قصه تو رو عوض کنه. من فکر کنم که آدم امتحان کنه چیزای مختلف و یعنی فقط هم نمیتونه با نیروی ذهنش این کارو کنه. مثلا میتونم آره امتحان کنم اینم من 2 روز هست. برم مسافرت، مثلا یه اتفاق حالا زورکی برام اتفاق افتاد و این بودش که من افتادم یه داستانی هم داشت حالا، ولی من افتادم و پام شکست. خیلی بدجور چند سال پیش از 3 بر مچ پام شکست و اینا. اه، و حالا نمیدونم چقدر وقت خیلی مرتبط نیست ولی قصهش جالبه. من حالم قبلش خیلی بد بود از روحی و سر این دوراهی بودم که من چیکار کنم. آیا مثلا به سمت روانپزشک و اینا دارو اینا برم، به سمت چی برم؟ حالا بازم چیز شخصیه دیگه، خیلی نمیخوام به کسی توصیه کنم که آدم چیکار کنه. و یه مقاله دیدم که توش نوشته بود که اگه شما 6 هفته نمیدونم چقدر روزی انقدر بدوین معادل مصرف فلان داروه. من گفتم خب من این کار میکنم. حالا زمستونم بود، دمای اینا منهای 10 درجه فلان. من میرفتم میدویدم 5-6 هفته دویدم و واقعا حالم خوب شد. دیگه خونه یه روز اومدم بیرون و گفتم ای بابا، من دیگه زندگی رو دست گرفتم، ببین چقدر حال من خوب شد با دویدم. 10 متر 20 متر نرفته بودم افتادم روی یخ، با اسکوتر بودم افتادم، پام آه. شکست. و وقتی که آمبولانس اومد من داد میزنم، من با دویدن زندم، من با دویدن، من باید بدوم، فقط به من بگیم پام نشکسته. من نمیتونم، من فردا ندوم خودم نمیتونم نه. نگه دارم. یه خانومه به اون یکی به آلمانی میگفت مثلا مگا تراویک، مثلا یعنی این زن، حالا نمیدونستن که من یه ذره آلمانی به حال آلمانی میفهمم، این زن وحشتناک غمگینه، این زن وحشتناک داد میزنه، این زن وحشتناک گریه میکنه. یعنی من اصلا تو این وضع بودم و بعد فکر میکردم خب بچه من چی میشه، همه چی خونه این 2 تا بچه به من خیلی وستن. بعد رفتم، خب یه هفته بیمارستان بودم، بعد جراحی میکردم، همه چی ادامه پیدا کرد. جالب، یه فیزیوتراپیست اونجا بود، من حرف زدم گفت حالا ببین همین پای شکسته برای تو باعث خوبی میشه، چون تو یوم میفهمی که میشه جور دیگه هم زندگی کرد. من نباشم این خونه میچرخه، من نباشم اینا دووم میارن. بعد این حسه، چون واقعا تجربهش کردی، وقتی برمیگردی دیگه احساس نمی‌کنی من لازم کل فضا رو اشغال کنم، احساس می‌کنی ای بذار خود فضا من خودم نگه دارم. حالا مثلا که نمیتونیم پامونو بشکنیم، ولی چیزی که میخوام بگم اینه که یه موقع یک تجربه های متفاوت داشتن، مثلا یه موقعی تو آرزوت اینه یه روز سفر بری فلان جا، مثلا یه روزه بری با یه دوستت یه سفر بری، نکنم اینا رو بعد انجام داد. یعنی این طرز، اون دستاوردی که این چیزا دارن خیلی بیشتر از که آدم دست میده. آدم بگه اینو امتحان کنه. این خودشناسی خیلی وقتا با این به دست میاد که خودت تو محیط‌های مختلف قرار آره. بدی، تو تجربه مختلف، و به خود این فضا رو بدی که بابا اینقدر من مرکز این وضعیت نیستم. من خیلی سعی میکنم این حسای فداکاری رو تو خودم به شکل عکسش رو ببینم که بتونم بذارم کنار. یعنی به خودم میگم موضوع نیست که تو خیلی مامان خوبی هستی، تو خیلی فداکاری، تو میخوای به خودت بگی من خیلی مهمم، تو میخوای بگی این خونه رو دوش من میچرخه و الا که اینا بلد نیستن، پس اینو باید بشکنی. میدونی، یعنی نمیذارم، چون فداکاری رو شکستن خیلی سخته. من مامان خیلی خوبی هستم و شکستن تغییر روش دادن سخته، ولی وقتی اینجوری نگاش کنی که نه، عملا میخوای هیچ کار دیگه نکنی دیگه، عملا میخوای بگی که این زندگی فقط من، اگه من نباشم داغون میشه. اینجوری نیست. بعد امتحان که میکنی و میبینی خیلی چیزا که آرزوشو داشتی انجام میدی، میگی نه اونقدر آرزوم نبود. خود اونم یه دست آورده، خود اونم تو بذاره یه پایین که چه اوکی، خب حرف خیلی چیزا دست نمیدم. خوبی. آره خیلی هم خبری نیست. یا یومی من چقدر از این خوشم میاد، من چقدر اینجوری شدم نمیدونستم. خیلی، ببین خیلی ساده است، وقت پیدا کردن برای سخته. ولی حالا اینم بگم بعد دیگه میذارم توی بنده خدا حرف بزنم، این سه صبح نه والا من حرفامو زدم، من دارم کیف میکنم. قربونت برم. یه حرف تراپیستی میزد خیلی جالب بود، میگفت شما نمیتونین که تمام اون وقتی که برای خودتون میخواین بگذارین و منوط کنین به یه وقت خاصی توی یه موقع خاصی. مثلا من تو تعطیلات کریسمس میرم مسافرت، حالا هی وایسم تا تعطیلات کریسمس. دقیقا اتفاقی بود که برام افتاد. یعنی من پام اون موقع شکست و همسر من اون موقع ایدهش بود که ما اون موقع استراحت میکنیم و پای من شکست، اصلا اون تمام برنامه به هم خورد و خیلی بارش شدید کرد برای اون.
این تراپیست میگفت شما مجبوری اینو خود کنی، به خود بگی تو هر 1 ساعت 5 دقیقه برای خودم. میدونید ممنونم. یک نفر حرف خوبی زد. بگی من تو 1 ساعت 5 دقیقه برای خودم. آره اصلا یه چایی متفاوت درست کنم، بذار من یه لیوان قهوه عجیب برای خودم بخرم، بذار من این لیوان قهوه برای خودم درست کنم، یه چیزی. بعد تو هر روز مثلا 1 ساعت بگی من 1 ساعت شب برای خودم. و نه اینکه همش رو واقعا خودتو یه ذره فشار بدی که یه کار دیگه کنی. مثلا میرم از این وری میرم قدم میزنم، از اون یه کار دیگه میکنم، یه ورزش، یه چیزی امتحان میکنم، به یکی زنگ میزنم، یه فیلمی میبینم، نمیدونم یه چیزی. بعد تو هر هفته مثلا نصف روز، حالا اینا دیگه چیزه ها، نسخه ایه، اینش مهم نیست. مهم این ایده است که تو بگی من تو هر ساعت 5 دقیقه بر خودم میذارم، تو هر ساعت تو هر روز 1 ساعت میذارم، تو هر هفته یه نصف روز نیستم، تو هر ماه یه روز نیستم، تو سالم مثلا ما 2 هفته یه برنامه داریم که تو بتونی ریز ریز اون ظرفه رو هم بزرگ کنی، هم یه خود توشو خالی کنی و فضا بدی که آقا من کیم، چی میخوام، چجوری میتونم مجموعه این نیازا رو برآورده کنم، چی رو دارم بار روحی زیاد به خودم میکشم. این واقعا نمیشه با چیدمان زندگی روزمره که هی آدم داره پاسخ میده به بچه ها. حالا من با خودشناسم باشم، خب چه جوری باشی؟ بنده خدا یه جور دیگه اصلا بزرگ شدی، مدرسه رفتی، تمام مدت کی راجع به خودشناسی اصلا حرف زده؟ حرف همش زده، توی آفرین. اصلا همش تو سوروایور مود، همش میخواستی پاسخ بدی، بکشی، بتونی جواب بدی. الانم که اینطوری، ولی این به نظرم فضا میده به آدم که آدم خیلی خوب بود. خیلی خوب بود این که آقا امتحان کن. بخور. نه کیف کردم، عالی بود عالی بود. ببین یکی از چیزایی که هست، شروین میخوابه شبا خودش، ولی من حتما باید کنارش بشینم تا خوابش ببره. و باباش نه، فقط من باید کنارش بشینم. چند وقت پیش که رفته بودم بیمارستان، همه نگرانی این بود که یعنی شروین میخوابه و خوابید. دقیقا همونجوری که تو میگی خوابید، همون موقع هم که همیشه میخوابید خوابید، اصلا باباش هم کنارش نشست و خوابید. یا مثلا دورسا که به دنیا اومده بود، اینا مثالاییه که به ذهنم میرسه در تایید حرف تو. دورسا که به دنیا اومد، شروین که به دنیا اومده بود، دورسا عادت داشت رو توپ سیپی میخوابید. من میخوابوندمش بود، میذاشتمش سعی میخوابید. اصلا اون اول ریزه میزه بود، با اینکه 9 سالش بود راحت میشد بغلش کرد. بعد خب جامون عوض شد، شروین اصلا نمیخوابید که. شروینم من شب تا صبح باید رو توپ سیپی میگرفتم، شاید مثلا یه چرتی میزد میذاشتمش زمین، خودم یه چرتی میزدم دوباره بلند میشدم. بنابراین من و شروین شب میرفتیم توی اتاق، حسن و دورسا میموندم و صدای ناله های دورسا رو میشنیدم که حرفش این بود که یکی منو بغل کنه بخوابونه، و حسن میگفت من نمیتونم کاری که تو میکنی بکنم. یه 2 ماهی کشید، ولی الان بعد 2 ماه سختی که دورسا کشید و تحملی که حسن کرد که بابا جان برات قصه میگم، برات حرف میزنم، برات یه چیزی میذارم تو گوشت گوش کنی، ولی سعی کن خودت بخوابی. الان من راحت شدم، ساعت 9 شب دورسا رو میبرم میذارم تو اتاقش و خودش میخوابه. سختی 2 ماهه لذت یه عمر برای خودش و خودم داره. آفرین. من که دیگه الان تو ببین 18 سالگی نمیتونستم اونو بغلش کنم. آفرین. و این حمله کردنه، ببین دقیقا من انقدر این تجربه رو ما داشتیم سر غذا خوردن. یعنی آروین به مدلی شده بود بعد از اینکه اوتیس درش بروز پیدا کرد خیلی شدید. اولش خیلی خوش غذا بود، از حرفی که تو خانواده ما هم که شوخیش هست، خب حرف میزد آروین. اون موقع رفته بودیم ایران، 1 سال و نیمش بود، رفت سر دیگه لوبیا پلو، به به، یه دونم لقمه بهش داده بودن. آره بعد بکن برگشتیم و دیگه کم کم اوتیسم نزدیک 2 سالگی بروزش خیلی زیاد دیگه واضح، یعنی نشون داده شد. غذا خودش خیلی بد شد. یعنی یلدا به جای رسید که دستا رو میبرد عقب که اولا به من با قاشق غذا بدین، بچه‌ای که 1 سال و نیمه قاشق چنگال استفاده میکرد، یعنی واقعا این کار میکرد. میگفت به من فقط حالت پوره، یه چیزی من مثل حلیم، مثل پودینگ، چیزی که اینجا با شیر و جوی دو سر رو میکس میکردی رو میخورد و بقیه غذاها با قاشق بعدش میدادیم، مثلا استانبولی و نمیدونم یه غذا دیگه یادم عدس بود. بعد توی کالسکه بود، راه نمیرفت، 2 سالش بود، هر جا میخواستی بری با کالسکه اصلا 2 قدم میرفت، خسته میشد. بعد یه تاب بزرگ، ببین آدم بازم داره کار میکنه ها، مثلا آقا کالسکه رو هول بده، یا بیا برو تابو، یا برای این بچه این غذا میپزی، برای بقیه غذا دیگه بپز، 2 تا غذا میپزی، یعنی از زحمت کم نداره.
میایم تاب بزرگ نصب کرده بودیم، اینجام داستان داره، اینطوری نیست که تو راحت به تو همه چی باید بری اجازه بگیری فلانی بیاد تایید کنه که یه پیچ میخوان صفا بکنن، یه تاب از این تاب گرد ما نصب کرده بودیم. من خیلی مفتخر بودم که ببین من این تابو پیدا چی کردم. کشف تو این کردم. میخوابید. آره و من اینو هندل کردم. تو این میخوابید. و در حدی که مثلا ما میشستیم غذا میخوریم هیچ وقت آروین پیش ما نبود. آروین اول صبح یه جا دیگه تنها. بعد حالا ما تغییر سیستم دادیم که باز الهام گرفته از این بود، جرأت این تراپیه بود. بعد از یه مدت با سختی ببین اتفاق که افتاد این شد که دیگه راه میرفت، کاسه کامل گذاشتیم کنار، تو جاش میخوابید، به موقع میخوابید و الان بسیار خوش غذاست نسبت به قدیم خودش و نسبت به چیزی که تو خونه داریم درست میکنیم. یعنی تنوع غذاهاش اصلا در حد یه بچه به نظر باشه 7 ساله یه ذره حالا بهانه گیره. الان که آدم اینو چقدر خوب. میشنوه، آره الان که آدم اینو میشنوه میگه ایول، یعنی اگه من پرت میشدم توی این نقطه از 4 سال پیش و اینا رو میشنم گفتم بابا ایول دیگه مشکلی نداری. ولی این مساوی بوده با اینکه 6 ماه آروین رو زمین جیغ میزد و غذا نمیومد بخوره. 6 ماه و تو مداوم غذا میخوردم و معدم میسوخت و احساس میکردم آیا دارم ظلم میکنم، آیا اشتباه دارم میکنم، آیا نباید یه کار دیگه کنیم. ولی یه پایداری میکنی و بعد یه جا که جواب میده. حالا خیلی خوشحالم برای شما که میگی شروین هم خوابید، میگی مثلا مسیرم یهو عوض کردین، ناراحتی نکرد، اون شکلات هم نخورد. واقعیت اینه که ممکنه یه موقع هم به خاطر همون مثلا من اتفاق دیروز نیفته. سر ماجرای غذا 1 ساعت آروم دقیقگی داشت که یعنی اصلا من فقط توی این لحظه به خودم میگفتم من توی نقطه بودم، من با این فضا آشنام، من اینجا لنگر هستم، من صبر میکنم ببینم چی میشه. و واقعیت اینه که تو این حجم و تحمل میکنی و بعد مراقب خود باش که بتونی تحمل کنی. یه سریاش عوض میشه، یه سریاش عوض نمیشه. اما تو نمیتونی، هیچ کس نمیتونه به ما بگه کدوما اون متغیرای این زندگی هست، کدوما ثابت های این زندگی. تو مجبور تو همه اینا فشار بیاری، هی تلاش کنی و بعد فکر کنیم چی جوری همه این کار کنیم. ممکن نتونی. 100 تا مورده. به نظرم تشکیل فکر کنی آقا من کیم، ما چه خانواده‌ای هستیم. مثلا ما آدم شکمویی هستیم خیلی، من و شوهرم، من به خصوص که اصلا یه حالی با غذا دارم. خب برای من موضوع غذا جدیه، من نمیتونم منم از نصف اصلا هیکلم نرم. مشخصه که چه ارادتی و قصد دارم. پس جا داره که ما یه موقع با هم بریم یه چلو کبابی حداقل. خب تو میگی من غذا رو باید این بچه مثلا واقعا حل کنم بعد بتونه بره رستوران. خب اگه قرار خانواده بره رستوران دیگه نمیتونه با دست غذا بخوره. اگه میخواد با دست غذا بخوره مثلا باید یه قاشق چنگال رو بگم. پس قاشق چنگال گاهی پرت میشه، دعوا میشه، ناراحتی میشه، تنش زیاد میشه. ولی تو میگی من برای اون چیزی که برام مهمه هی فشار میارم. حالا ممکنه بشه ممکن نشه. ولی اگه فشار نیاری، بازم نمیگم 100%، نمیخوام اون حرف که تو زدی شاید خودش درست بشه، چون واقعا این سه چیزا اینطوری هست، ولی احتمالش میاد پایین. وقتی آره. تو نقش خودتو ازش خارج میکنی، احتمالی که اون اتفاق خوب بیفته میاد پایین. همچنان ممکنه ولی احتمال میاد پایین. آره و اگه خوشی تو روی این بذاری که من فعالانه عمل میکنم، من فکر کنم وقتی مرجع خوشبختی هم میشه. یعنی یه روزایی میشه که انقدر یاد روز بدی بوده، آروین به هم ریخته، آوا ناراحت بوده، مشکلات شد، یعنی من واقعا فقط شاید نگاه میکنم و میبینم مثلا خوشحال احساس خوشبختی ام و بخوام میگم تو دیوانه شدی چرا خوشحالی؟ یعنی خب برای اینکه من همه رو وایستادم. حقیقتا من چالش‌ها رو همه رو وایستادم. وایستادم. خیلی مهمه اتفاقا. من چند وقت پیش که گریجویشن پسرم گریجویشن داشت. مبارک باشه. این عکست هم راجع به همینه نیست؟ عکسی که آره. فرستادی به خاطر خودم ABA یادم رفت. خب سلام. ABA که میرم براش گریجویشن گرفتن و خداییش بر من سخته. چون ببین اینو حالا تعریف کنم بعد میگم. خب دورسم رو ویلچر میشینه. شروین ممکنه یه دفعه بدوه بره، من تا ویلچر رو از تو ماشین در بیارم تا دورسا رو بذارم رو ویلچر. خودش داستانیه واقعا وقتی تنهایی میخوام این دوتا رو جایی ببرم. اون روز هی گفتم که صبحش بلند شدم گفتم ولش کن، زنگ میزنم میگم تکس میدم میگم ببخشید برای من سخته تنها بیارمشون، حسنم رفته سر کار نمیشم. بعد گفتم یالا این کار میتونی بکنی، میتونی هم لم بدی واسه خودت ظهر، حالا هر کاری که میخوای انجام بدی انجام بدی، ولی مطمئن باش آخر شب حالت خوب نیست.
تو آفرین. میدونی که میتونی، فقط باید یه خود همت کنی. آره و آره. همت کردم بردمش اونجا، هم خیلی به هم ریخت برای اینکه میخواست بره آسانسور سوار شه، به یه سختی کشیدم آوردمش. واقعا سخت، و همینجوری که میگی به سختی این مسیر رو رفتیم و برگشتیم، ولی وقتی اومدم خونه احساس کردم ایول، تونستم، آره شد. آفرین. و آره. شروین رو بردم جایی که باید میرفت، باید اون تجربه رو میداشت. دلم میخواست که اون تجربه رو داشته باشه. واقعا نیاز خانواده ها و نوع، چه می‌دونم، فرهنگی که زندگی میکنن با هم متفاوته. انقدر متفاوته که الان تو حرفت اینه که من باید به بچم یاد بدم رستوران بره بشینه، و ما سعی کردیم که شروین دوست نداشته باشه تو رستوران بشینه. اون جزء علاقه‌مندیش بود، اصلا جزء علاقه‌مندیاش پشت میز نشستنه، برعکس همه بچه‌های اوتیستیکی که معمولا به سختی میشوننه. شروین دوست داره. ولی انقدر غذا رو خریدیم و اومدیم خودشون، ما به دورسا نمیتونیم توی رستوران راحت غذا بدیم، نمیتونیم راحت بشیم. ترجیحمون حتما اینه که بیام، خصوصا دورسایی که عاشق غذا خوردنه. یعنی یه چیزی بهت میگم، یه چیزی میشنوی. اگه دقیق. ببینی به چه سختی غذا میخوره و این سختی رو به جون میخره ولی حاضره بخوره، اصلا تعجب میکنی. بنابراین الان دقیقا برعکس تو که فکر میکنی پسر من باید میرفت رستوران، ما برنامه‌مون اینجوریه که شروین دوست نداره، اصلا الان دیگه عادت کرده نمیره اونجا بشینه، میگه بریم غذا رو بگیر. تا غذا رو بگیریم من میشینه پشت میز و نوشیدنی میخوره، و اگه براش مثلا چیپسی چیزی بگیریم میشینه میخوره و خوشحاله. ولی غذا رو که میگیریم میدونه میاد تو ماشین، یعنی اصلا جنجالی بابتش نداره. اینو فقط به خاطر این گفتم که آقا واقعا فرهنگ خانواده ها، نوع زندگی آره خانواده نیاز ها، واقعی شخصیت آدم و خانواده. نیازا با هم فرق میکنه. قرار نیست چیزی که برای من خوبه برای شما هم خوب باشه. این فقط یه تجربه شخصیه که من عنوان میکنم، شاید یکی یه جایش به دردش بخوره و آخه برش ببین داره. اصلا موضوع اینجا رستوران نیست. اون چیزی که مشترکه اینه که من سعی میکنم اوضاع رو برای زندگی خانوادگی اون تسهیل کنم. این چیزی که هر کسی میتونه از این گفتگو با خودش بگیره که من چطوری میتونم اوضاع رو برای این زندگی تسهیل کنم، هم برای خودم که واقعا یه زندگی کنم، هم برای بقیه بچه. حالا یه موقع برای خانواده این میشه که من بیرون میرم، یه موقع برای خانواده میشه که من پس بیرون کمتر باید برم، چجوری تنظیم کنم. ولی این حس اختیار داشتن رو اینکه من با این شرایط مرزی جدید تو زندگیم همچنان امکان طراحی چیزکی رو دارم، دادم کمک میکنه. تا اینکه یه موقع من حسم اولش این نبود، حسم اول این بود که یه چیز میفته رو تو و تو الان اصلا دیگه فقط باید مراقب باشی زنده بمونی. ولی یه جایی که میشه که خب این خانواده چجوری میتونه زندگی کنه، چجوری من میتونم به علاقه‌مو برسم، چجوری میتونم بپردازم بفهم علاقه‌م چیه، چجوری میتونم مثلا به بدنم برسم، ورزشی برم، چطوری میتونم به پیشرفت خودم برسم. چطوری مثلا میتونیم یه زمانی دو تا زوج با هم بگذرونیم. ممکنه خیلی کوچیک بشه، این انقدر کوچیک بشه که مثل نبودنش باشه، ولی این حسه که آقا بیا بشینیم ببینیم چی میتونیم طراحی کنیم، یه رویکرد متفاوتیه از اینکه فکر کنی که این بچه سری گفت درمانگر الان من سری اینو ببرم کار درمانگر، ای بابا اینش چی شد اونش چی شد. چون ادامه دار نمیشه. اونو به نظرم میاد که شاید هم بشه ادامه داد، ولی بهره ای که از زندگی میبری در نهایت احتمالا خیلی کم خواهد. دقیقا زنده یعنی خلاصه بودن کردن زندگی زندگی زنده کردن نیست. بودنه. آره و تعریف آدمی که من حالا چیزی که خیلی بهم کمک کرده تو مثلا حضور آواز، برای اینکه خب یه بچه تیپیکالی اونجا هست که تو نمیتونی بگی امشبم عدس پلو داری، الان هم تو تاب میخوابیم، رستوران نمیتونی بگی. یعنی این زندگی تیپیکال رو طلب میکنه و زورش زیاده، چون هم عشقی که بهش داری زیاده. یه بچه و اصلا میخواد که نمیخوام دوستم رو دعوت کنم، من میخوام تو پارک بمونم. من یه معیاری از این مداوم که این زندگی چقدر فاصله داره از تیپیکال و کمک میکنه که تو فشار بیاری به اینکه بچه دیگت هم بتونه انعطاف کافی داشته باشه نسبت به این داستان. و من فکر میکنم آروین به عنوان یه فرد اوتیستیک خیلی منعطفه. حالا یا مدل اوتیسمی که در آروین اینجوریه، یا حالا ترکیبش با این شرط خانوادگی ماست. آقا نه الان میخوایم دیگه بریم پاک، من نمیتونم قبل همیشه یه جا نمیتونیم بریم چون آروین خسته میشه از اونجا.
ما باید جای دیگه بریم. و این تطبیق میاد هی میشکنه این فضایی که تو میخوای بچه تو با ترس و نگرانی عادات خودت معلول تر کنی. این برای خیلی نکته کلیدیه. میدونی که تو به خاطر آره که میترسی همش هم غذا میپذی، نه جایی نریم، این پتوشو حتما میخواد، حتما اونجا باید بخوابه، چرا رو الان باید خاموش کنم، این عادت داره پرتقال بگیره اینجوری تو صورتش بپاش. این خیلی حالا این وسط برای من خیلی جالب بود. من این ماجرا که یه چیز کوتاهی نوشته بودم راجع به این که میخواستم توضیح بدم که یه به هم ریختگی چجور نیاز به کورگولیشن داره. حالا ته فکر من بود، مثالی که زده بودم از این بودش که آروین پرتقال با پوست داره میخوره. اینقدر چندین نفر به من پیغام دادن که باید بخوره، چرا شما مثلا اصلا چیز میکنی، مگه چه اشکالی داره. حالا من کاری ندارم، ممکنه خیلی برای بچه تیپیکالشون هم این کارو بکنن، ولی برای من معیار اینطوریه که اگه من به آوا اجازه نمیدم نباید به آرمین اجازه بدم. به من مثلا به آرمان آرمین اجازه. ظلم میکنم، دارم به آرمین میگم تو نمیتونی. ولی که اگه 2 بار با پوست بخوره آوا از اون ور داد میزنه مامان ببین داره چی کار میکنه، مثلا مامان آرمین راه میره نونو میریزه زمین. برای نماد جامعه است دیگه که تو احساس کنی خب میتونه بشینه. نکته این که تو باور داشته باشی که ها میتونه. حالا این خودش مبحث بزرگیه راجب پذیرش، که فقط آره پذیرش. اتفاقا. آره خیلی این آره قشنگه به برای اینکه نظرم. آره خیلی دلم میخواد حالا در موردش صحبت کنیم. من نمیدونم اصلا چقدر از لایو گذشته، خوشحالم الان که 10 قطع نشده. دقیقه آره نه دیگه قطع نمیشه بکنم تا مدت خوبی تا 1 ساعت و نیم که مطمئنم نمیشه. پس برای چه خوب. کوتاهش رو میگم، حالا میشه شاید یه بار دیگه آره کامل آره. صحبت کرد. ببین این ایده اینه که پذیرش و عشق داشتن به بچه یه اون چیزی که ما دریافتش میکنیم که مثلا خب این اینطوریه، من مادرشم اینو دوست دارم، خب این اینطوریه، این پرتقال با پوست داره میخوره یا این مسئله رو داره، من دوستش دارم میپذیرم. یه المانی تو این داستان کمه و اون احترامه. احترام برای من به این معنی که اما تو میتونی، اما این شأن تو نیست، لازم نیستش که تو اینجوری زندگی کنی، تو میتونی قشنگترم زندگی کنی و اینطوری نیست که چون من تو رو میپذیرم قبول میکنم که تو این سطح زندگی کنی. پذیرش برای من معنیش اینه که من راههای دیگه‌ای expectation میخوام بگم، یعنی من این باور دارم که ممکنه برای تو بیشتر طول بکشه، ممکنه تو روش‌های بیشتری بخوای برای یادگیری چیزی، اما این نمی‌پذیرم که تو نمیتونی یاد بگیری چون این خلاف احترام به توه. اما پذیرش من اینه که تو طول میکشه جور دیگه یاد میگیری. اینو من اولین بار که دیدم زمانی بود که ما رفته بودیم با این سری، حالا من شدم مبلغ این تراپیه، میدونم چه همه چی میگم، برای من واقعا یه نقطه عطفی بوده، حالا چیزم نیست اسپانسر برنامه اسمش آرین اون موقع، حالا حالتون بد نشه، آرین اون موقع آب دهنش اینجوری دستش میگرفت کش میداد اینجوری بود. خب من بچم بود غذا بعدت دهنش هم نمی میخوردم اصلا. نشسته بودیم، مدل تراپیم بود که بچه اونور بود، یه شیشه 2 سمته بود، برای اون آینه بود، برای ما شیشه میدیدیمش. من تراپیست نشسته بود اینجوری کرد، تراپیستی گفت خیلی بدم اومد، خیلی بدم اومد. به خدا فکر کردم تو تراپیستی، تو اومدی اینجا بچه های نیاز ویژه کار کنی. چیه؟ خب این یه بچه 3 ساله است، حالا داره با آب دهن 3 سال و نیمه بود، حالا آب دهنش باز مگه چیه؟ حالا چقدر شماها پذیرشتون کمه اصلا، یهو هم میزنه تو همه چی دیگه، تو غربت، من گیر اینو افتادم نمیتونم، همه حالم خراب شد. بعد گفتش احساس کرد، برگشت به من گفتش که ناراحت شدیم، حالا یادم نیست که دقیقا چی گفت، یه چیز توی این مایه. حالا گفتم که آره خب با آب دهنش باز میکنه، نیاز دستشه نیاز دهنشه. گفت که پس شما فکر میکنین آروین نمیتونه بدون بازی با توفش زندگی کنه؟ پس شما اینجوری راجع به بچه‌تون فکر میکنین، درسته؟ بعد گفتش که میدونی اگه این بره آمادگی 2 بار این کار کنه هیچ بچه حاضر نیست کنارش بشینه، ما باور داریم که میتونه این کار نکنه. واقعا بر من نقطه عطف بود که
اوه خیلی چیزا تو فکر میکنی داری مهربونی میکنی، ولی عملا چرا تو فکر کردی یاد نمیگه؟ چرا باید پرتقال رو بخوره؟ چرا اگه کفش پوشیده حتما باید تو بارون برد بیرون؟ چون فکر کنی آخ آخ این یه بار کفش رو پوشید بذار جشن بگیرم، بذار بریم تو بارون. نه خب آفرین پوشیدی ولی نمیتونی بریم، بعدا میریم. نه پرتقال نمیشه. اگه تو به بچه تیپیکال دیدی بحث دیگه است، اصلا کاری به اون من ندارم. یعنی اگه فکر میکنی خودت هم عیبی نداره و واقعا به اندازه آدما روش زندگی است، اما اگه همش این زندگی کوچیک میکنی که بدی به این بچه، تو فکر کنی بچه خیلی کوچیکه، فقط اینو میتونه بگیره. ولی من برداشتم اینه که نه تو میتونی پرتقالم پوست ندارد بخوری، ولی فلان چیزو با پوست باید بخوری، الان کار نمیتونیم بکنیم، حالا تو به هم میریزی وسط سخته، ولی میتونی. و این ایمان من به این که تو میتونی، تصویری که تو از خود پیدا میکنی، یعنی تو کسی احساس کنی نه مثل این که منم از پس داستان اول بیشتر طول میکشه، جور دیگه پیش میره. به نظرم این خیلی جنبه مهمیه و بار رو از روش آدم برمیداره دیگه. هی استاندارد دوگانه نمیخواد راجع به ظرف خودت هی اینجوری دیگه الان دخالت کنم یا نکنم، دخالت کنم نکنم. من کلا اینجوریام که اگه آوا بود دخالت میکردم، آره بعد دخالت میکنم. به من یه پروتکل تمیزی داده چقدر در حقیقت. خوب. آره سختی من گرفته. ولی راجع به سکس نه، مثلا بال زدن نه، برای اینکه این یه مهارت نیست، این یه نوع بودنه. اما تو نمیتونی نوع بودن بچه منی که فقط تو تاریکی میشینه و پرتقالو با پوست گاز میزنه و تو خونه بعد حتما لخت باشه و آبو که میخوره حتما باید بریزه و با توفش بازی میکنه. این نوع بودن نیست، این یاد نگرفتن این چیزاست. ولی بچه من نوع بودن چه خب خوشحال میشه بال میزنه، چه اشکال داره. یه مثال دیگه، چون واقعا این خیلی برام خوشاینده که بگم، آروین و آوا تلویزیون با هم میبینن، بعد اینطوری که نوبتی انتخاب میکنه. چقدر بعد خوب. آره و همینه نکتهش که تو آیپدش هم اینو گذاشتم که نوبت منه، من این برنامه رو دوست ندارم، من یه چیز دیگه میخوام. جمله هاشو به صدای خودم ضبط کردم میزنم. ببین الان مثال بخوام بهت بگم، اینکه تو باید نوبت رو صبر کنی، اینکه خواهرت انتخاب کرده باید صبر کنی، برای من اینه که چرا نه؟ تو چیت کمه که نمیتونی؟ حالا اینکه تو عصبانی میشی، گریه میکنی، هی میزنی من اینو دوست ندارم، من اینو دوست ندارم، عیبی نداره، من به تو فضا میدم، برای تو سخت تحمله، من میپذیرم. من با مهر جان ببخشید من الان فقط این سوالو دارم که حالا اون لحظه شما اینو میذاری برای که آوا ببینه و آروین به هم میریزه و جیغ میزنه و من اینو نمیخوام، آوا مشکلی نداره میشینه تلویزیونشو نگاه آره میکنه؟ میشینه میبینه و از شانسای منه. البته گاهی میگه صداتون خیلی بلنده، من داره اذیت میکنه، اینو میگه. و گاهی اوقات داربینم میگه میتونی پاشی بری اونور، ولی اینه خواهرت اینو میخواد. بعد آروین که انتخاب و میزنه هی من اینو نمیخوام، میزد حالا الان خودت چیز شده باید، من اینو نمیخوام، اینو نمیخوام، اینو نمیخوام. و خیلی بامزه است وقتی نوبت آروین میشه همیشه یه آهنگ رو انتخاب میکنه. تو فرض کن 10 بار یه آهنگ و آوا شروع میکنه، وای دوباره میگم اینو دوست داره. تو که نمیتونی بگی چی دوست داری. ببین برای من این مثالی از مرز مشخص اینه که بودن تو من مشکلی ندارم، تو 20 بار میخوای اینو ببینی میذاریم برای تو. آوا ناراحت بشه، برادر تو اوتیستیکه، ما که نمیتونیم بگیم. صدای من میاد چون که یو چیزم قطع آره شد. آره من صدا تو دارم. نه میاد نه. آره خب چه یویی آره گفت آتیش تمام شده. میگم برادر تو اوتیستیکه، چیکار کنیم؟ نمیتونیم بگیم تو باید تنوعی از چیزا رو ببینی، خب نمیخواد ببینه. اما باید نوبت رو تحمل کنه. نمیتونه نوبت هم تحمل نکنه چون که اوتیستیکه، نه نوبت رو تحمل کنه، اما میخواد ناراحتی کنه میتونه ناراحتی کنه. میدونی این خیلی به من کمک کرده که بتونم از اون التهابمو بگیرم، چون من یه قسمت بزرگی از اون کاستم با این پر بود که چه کنم چی کار کنم، چی درسته چی غلطه، الان این بعد این چرا همش یه چیزی میبینه بالا. اینا خیلی به من کمک کرده که واقعا یه باری از دوش من برداشته باشه و بدونم دارم چی کار میکنم. حداقل حالا دوباره چند ماه بعد ممکنه فکر کنم اینا چه کاری بود، ولی فعلا احساس میکنم که با این روی کرد دارم پیش میرم، باش در صلحم. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، خیلی توضیحات خوبی دادی. البته
من حرفاتو همه رو پذیرام، ولی اینکه چقدر تو زندگی خودم اجرا میکنم اون یه داستان یه داستان آره جداییه. آره اصلا نیست دیگه. آره دوستان اگه سوالی دارین خوشحال میشم بپرسین. من راستش خیلی حرف خاصی ندارم، فکر میکنم حرفامو زدم. اگر آزاده تو حرفی داری یا اگر کسی سوالی داره خوشحال میشیم بپرسم. کاش میتونستیم جمع کنیم، من خیلی کار سختیه. البته من اصلا انقدر ذهنم همه جا میخواد بره که نمیتونم خیلی خوب جمع کنم. ولی اگه تو میتونی جمع کنی اینو بعدا مینویسیم. نمیتونیم. بهتره که این کار رو آره آفرین، من اینا بی رو الان این خیال جمع کوچیکی من. رو. ولی من یه چیزی شعر راجع به امید هست که خیلی اینو دوست دارم، که دوست دارم مامانم یه جمعی نمیتونیم. ببین بذار من الان چون مامانم گفت چقدر زشته این مامانم هم بعدا دراریم سن گونده که منم. اصل حرف اینه که آقا آدم باید یه چیزی رو بکشه و نباید ماجراش فقط کشیدن این باشه، باید بتونه کنار این زندگی هم بکنه. و برای اینکه بتونه این فضا رو زندگی کنه به نظرم باید این مرزا رو مداوم فشار بده عقب و امتحان کنه و از خودش بپرسه چه چیزی دارم اضافه میکشم، چه چیزی رو من دارم اعمال میکنم به وضعیت به خاطر ترس خودم، و آگاهانه اینا رو انتخاب کنه. و برای اینکه بفهمم چی میخواد راه جز امتحان کردن خیلی وقتا نیست. این هم باید پلکانی تو زندگی آورده، هر ساعتی یکم، نصف روز یکم، که بتونه کم کم این فضای نفس کشیدن رو بره و خودش رو تو این شرایط جدید تعریف کنه، بتونه زندگی رو تا حد امکان زندگی جدید رو طراحی کنه. یه کسی از اختیار داشته باشه که آقا من اینا رو تو این شکل زندگی به درد ما میخوره و ما در این راستا حرکت میکنیم و از این حرکت لذت میبریم، از این تلاش لذت میبریم، چون نتیجهشو نمیشه کنترل کرد. و مثلا خیلی خوبی زدیم که اگه میخواین آقا گوش کنی همشو. مرسی 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 از مامانت که توصیه کرد و شما این کار رو انجام دادی. دختر خوبیه. چون اگه به آره. عهده من بود واقعا نمیتونستم. مرسی آزاده، مرسی واقعا از وقتی که گذاشتی. من که لذت بردم، خصوصا اون تیکه‌ای که آقا امتحان کن. حالا حتما نباید خودتو بشناسی، امتحان کن ببین چیه. خیلی خوب بود، خیلی به من کمک خواهد کردین حرفت، مثل خیلی حرفای دیگه که واقعا قربونت برم کمک تو. کننده من بوده تو این سر مدت. ذوق آدم میاری برای حرف زدن، این خیلی خودش توانایی خیلی بزرگی کرد، این حس خوب و انتقال میدی که آدم دوست داشته باشه خیلی حرف چه بزنه. خوب. خوشحال من این دفعه. یه شعری راجع به امیده، من دلم می‌خواست اینو بخونم و حتما، من که از عاشق شعر خوندنای تو هم. قربونت برم از شاملوه و یه تیکه از یه شعریه که چی بود اسمش هم یادم رفته، در باب امید، ولی نمیدونم چیه، ساده در باب امید. در یه تیکش و اون اینه که یکی از دریچه ممنوع خانه بر آن تل خشک خاک نظر کن. یکی از آن دریچه ممنوع خانه بر آن تل خشک خاک نظر کن. آه اگر امید می داشتی آن خشکسار کنون این گونه از باغ و بهار بی برگ نبود. و آنجا که سکوت به ماتم نشسته مرغی میخواند. نه همین. عالی بود، عالی بود، من موهام سیخ شد. آره این شعری که منم همیشه خیلی بهش میگم که شاید آنجا که سکوت به ماتم نشسته مرغی میخواند، اگر امید میداشتی شاید اون موقع. عالی بود. مرسی قربونت مرسی، برم. خیلی خوب بود. خیلی خوب خیلی بود. من خیلی ممنونم از حضورت. امیدوارم که همیشه سلامت باشی و دوباره بشه با هم دیگه بشینیم گفتگوی داشته حتما باشیم شاید بعدها، چون من واقعا لذت میبرم از باشیم صحبت. میشم، هم شخصی در تو باشیم همینطوری. خیلی هم عالیه، نه ممنونم از تو. فعلا پس روز خوبی داشته باشین. قربونت. قربونت. خداحافظ. خداحافظ. خدا